در شهر ترسونزاده 125 مؤسسه تعلیمی فعالیت دارد. در مجموع امسال زیاده از 60,000 نفر خوانندگان به تحصیل فرا گرفته می شوند. به گفته مسئولین تا مهلت مقرر گردیده در همه مؤسسه‌های تعلیمی تعمیر و تجهیزاندن صنفخانه‌های درسی به انجام رسیده است. در سال تحصیل 2019-20 مؤسسه پورا آماده است برای قبول خوانندگان با دستگیری اساتید پدر و مادران با دستگیری حکومت اجرایی محلی شهر ترسونزاده مؤسسه پورا از تعمیر جاری برآورده شد. مؤسسه که از سه بنای تعلیمی عبارت است. یک بنای ما پورا از بام عوض کرده شد. ما کوشش به خرج دادیم که تا که خوانندگان را در صنفخانه‌های تازه و برهوا قبول نماییم و صفت دانش خوانندگان را بلند برداریم. در پیشبرد کارهای تعمیر و تجهیزاندن مؤسسه‌ها و تأسیس صنفخانه‌های علاوگی پدر و مادران و صاحبکاران محلی نیز سهم می‌گذارند. در مؤسسه 540 خواننده به تعلیم فرا گرفته شدند. تعمیر جاری مؤسسه را از طرف اساتید پدر و مادر پورا به اتمام رسانیده و با باوری کامل گفته می‌توانیم که مؤسسه به سال خوانشی 2019-20 پورا تیار است. در برابر مؤسسه‌های تأسیسات میانه عمومی و اساسی شهر، مؤسسه‌های دهات دوردست نیز با یاردم اساسیاسیون پدر و مادران تمام صنفخانه‌ها و دالان و بام‌های مکتب تعمیر و ترمیم کرده شد. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 5 شهر ترسونزاده برای سال خوانشی 2019-2020 پورا آماده است. 26 صنفخانه مؤسسه پورا از تعمیر برآورده شد. البته با کمک پدر و مادران من اول مینداری خودم رو به اساتید پدر و مادران یعنی مؤسسه محترم ولیف بیان میکنم چون که بسیار یاری آن کس یاری بسیار رساندن. یک میدانچه ورزشی برای خوانندگان ساخته شد و ما باوری داریم که در آینده هم نیز با یاری کمیته پدر و مادران با یاری همین تمامی پدر و مادران خوانندگان همین مؤسسه باز مؤسسه روز از روز آباد می شود. تامین شرایط ارزنده برای تعلیم و تربیت و تحصیل نسل نورس از دستور و هدایت‌های پرزیدنت کشور است که ضمن برآمدهایشان پیوسته مسئولین ساحه را وظیفه‌دار می‌گردانند. این دستور سرمشق فعالیت رهبریت شعبه معارف شهر ترسونزاده گشته است و مسئولین برای مهیا نمودن امکانات‌های زمانوی تعلیم و تربیت کوشش به خرج می‌دهند.